با نام خدای مهربان. سلام، نور، برکت، عشق و زیبایی در خاندانتان. امیدوار هستم همگی خوب و صحت و سالمی بردم هستید. برنامه نوبتی کتابخانه است و یک صحبتی ویژه داریم. هم صحبت من هستند استاد غلامرضا طریقی، شاعر، غزلسرا و یک نفری مطرح در شعر و ادبیات ایران. به برنامه خیلی خوش آمدید. تشکر که دعوت را پذیرفتید. سرحال بگویید که چه حال و احوال دارید در پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه و این چند روزی که در این کشور بودید چگونه دریافتید حال و احوال رو در تاجیکستان؟ سلام به شما، سلام به همه کسانی که ما رو میبینن. خیلی خوشحالم در خدمتتونم. من از روز 3-4 روز، الان 4مین روزیه که دوشنبه هستم، بدون هیچ تعارفی غیر از 1-2 ساعت اول. الان اگر شما نمیگفتین دوباره یادم میره که اصلا انگار تو شهری که خودم توش زندگی نمیکنم نیستم. خیلی حس عمیق راحت بودن و حس دوستی و حس مهربانی و انگار که توی شهری که خودم متعلق به اون هستم دارم زندگی میکنم. در نمایشگاه کتاب بودید در استورخانه ملی تاجیکستان. چگونه دریافتید؟ واقعا منظورم این است که جوانان تاجیکستان مناسبتشان به کتاب و کتابخوانی چی است؟ که جوانان می اومدن چی سراغ میکردن، دنبال چی کتاب‌هایی بودن؟ میخواستم بدون تعارف بگویید که واقعا فضای کتاب و نمایش کتاب را چگونه دریافتید در تاجیکستان؟ ببینید، همونطور که خودتونم گفتین، اصلا قضاوت کردن من با دیدن 3-4 روز گروه خاصی از آدمایی که اومدن تو نمایشگاه قاعدتا قضاوت درستی نیست، ولی بخوام برداشتم و از این مدت به شما بگم، برداشتم اینه که دست کم درباره کتاب‌های ایران و دست کم درباره شعر کلاسیک و کتاب‌های مربوط به شعر گذشته استقبال فکر میکنم خیلی قابل توجهه، مخصوصا اتفاقا از طرف جوانترا، اون کسایی که سنشون کمتره. من برداشتم این نبود که اینا دیوان رودکی بخوان مثلا، یا دنبال مولوی باشن یا دنبال سعدی باشن و بخوان بخوننش. یعنی تصورم این بود که قاعدتا نباید اون گروه و اون نسل دنبال کتاب باشن. حالا یا از سر اتفاق در اون موقعیتی که ما هستیم با دانشجوها و با کسانی مواجه شدیم که یا پژوهشگر بودن و می اومدن دنبال اون کتاب ها، یا در واقعیت اینطوری هست. یعنی فکر میکنم اولا به محل فروش کتاب های ایران توجه ویژه تری داشتن. دوما واقعا میشه گفت تقریبا اغلب خریدارای کتاب 2 تا گروه بودن. یه گروه کسانی که از قدیم خط فارسی رو میدونستن و میومدن دنبال کتابایی که خط فارسی داره و سنشون زیاد بود، ولی یه گروه عمده تری هم بودن که جوانترا بودن، کسایی که داشتن الان یا رشته مرتبط میخوندن یا پژوهش میکردن یا اتفاقا فضای مجازی باعث شده بود که به ادبیات فارسی علاقمند بشن و پیگیر این باشن. فکر نمی کنم بین نسل جوان توی اون رده سنی ایران هم ما کسی داشته باشیم که دنبال تفسیر مولانا باشه، دنبال تفسیر سعدی و حافظ و من دقیقاً اینجا بود. دقیقاً همیشه میخواستم بپرسم که مثلا تفاوت است، شاید نسل ایران بیشتر به شعر معاصر، شعر سفید و این شاعران معاصر، ولی نسل ما اینجا شما دقیق گفتید که بیشتر میرن دنبال شعر کلاسیک. بله. فکر میکنید چرا چنین است؟ یعنی شاعرهای معاصر ما نتوانستن در اون حد شعر بگن که نسل از پسشون برن اون چیزی که مثلا در ایران. چرا این ما همین مشاهده میکنیم؟ یعنی هرچی بیشتر مولانا خوانده میشود، شاهنامه خوانده میشود، سعدی خوانده میشود، حافظ. حتی از همین برنامه وقتی که ما شعر میخونیم همیشه میریم دنبال شعر کلاسیک. میخواستم نظرتون هم به همین شعر معاصر تاجیک بگید و همین موضوع رو مثلا از نگاه شما چی است؟ ببینید، این شکاف قبلا برای ما هم پیش آمده. یعنی اگه شعر فارسی رو تاریخش رو نگاه بکنین، ما تقریبا الان شاعران قرن 11 یا اوایل 12 تا 14 شمسیمون گمه. یعنی ما 100-150 سال 200 سال تازه بعد از سبک هندی که اصطلاحاً بهش گفته میشه در شعر فارسی، عملاً انگار شاعری نداشتیم. داشتیم، حتما بیشتر از زمانهای دیگه داشتیم. تا کی؟ تا دوره‌ای که انقلاب مشروطه تو ایران اتفاق میفته، مطبوعات شروع میکنن به فعالیت، یه سری شاعر مثل نیما و بعدها شاگردانش مثل مهدی اخوان‌سالس و فروغ فرزاد و طالبان شامل، بله، اینا یه مسیری رو آغاز میکنن که انگار شعر ما در موازات مردم حرکت نمیکرد. یعنی شعر رفته بود به طرف یه مسیر دیگه، مردم داشتن زندگیشون با یه شرایط دیگه مواجه بود و هی فاصله شون داشت از همدیگه بیشتر میشد. انگار تو دوره مشروطه که برای ما حدود 100 سال 100 و چند سال پیش بوده،
این پیوند به وجود اومد. اولش یه سری شاعر مثل میرزاده عشقی، عارف قزوینی، ایرج میرزا و دیگران، و بعد دیگه به طور جدیتر از نیما به بعد پیش اومد. دوباره انگار مردم دیدن که مسئله هاشون توی شعر فارسی داره گفته میشه. البته که طول کشیدین آشتی کردنه، ولی حتما 50 سال پیش 60 سال پیش هم نیما اونقدری که الان خونده میشد نمیشه. ولی روز به روز توی ایران الان داره این رابطه نزدیکتر میشه و بله اتفاقا ما اونجا معضل برعکس داریم. یعنی من به عنوان کسی که کارگاه آموزش شعر دارم به بچه‌ها میگم آقا شعر گذشته رو بخونین، شعر گذشته رو بخونین، انقدر به شعر معاصر تمرکز نکنین. در شما فکر میکنم که اون گروهی که نیازهای ذهنیشون رو احتمالاً بخوان توی شعر دنبال بکنن سراغ شعر نمیان، الان نیازهای روزمرهشون رو با شعر برآورده نمیکنن. کسایی میان سراغ شعر الان که میخوان نیاز روحیشون، نیاز زیبایی شناسانشون و اینها رو برآورده بکنن و طبیعتا وقتی ما بخوایم زیبایی فقط بچشیم و لذت ببریم باید بریم دنبال باشکوه ترین قله ها. این شما گفتن هستید که اون حرف مولانا و حرف رودکی و حرف فردوسی اینها در گذشته فقط به خاطر لذت های معنوی، یعنی پاسخ با نیازهای امروزیمون نیستن؟ حتما هستن، ولی اگر واقعا بخوایم تعریف بکنیم، هستی به طور کلی ادبیات هم یه شاخه ای از همه هنرهای دیگه. مگه ما چند تا حرف جدی توی هستی داریم که مثلا فکر کنیم امسال نهل‌های فکری کلا زیر رو میشن، سال بعدی اندیشه دیگه، سال بعدی اندیشه دیگه. انگار مسئله ما وقتی رفتیم و راجع به انسان داریم صحبت میکنیم، راجع به خطی صحبت میکنیم که این سرش رودکی وایساده، این سرش الان حسین منزوی و محمد علی بهمنی وایسادن. درباره انسان با یه بالانسی راجع به یه موضوع مهمی به نام انسان هر کس با نگاهی صحبت کرده و اون بسته تو ذهن ما الان تعریف انسان رو تشکیل داده از روی ادبیات. بله. مسئله های اصلی ما همون مسئله های ما با مسئله های دوران حافظ هیچ تغییر نکرده. الان مهمترین مسئله هایی که ما باهاش روبرو هستیم توی کلا به طور کلی خاورمیانه رو بشمارین تقریبا راجع به همش حافظ شعر داره. ریا مهمترین چیزیه که الان داره نابود میکنه کل منطقه رو که اصلا همه ماها توش داریم زندگی میکنیم و اصلی ترین مسئله‌ای که حافظ داره دربارش صحبت میکنه و سرش داد میزنه ریاست. انسان رو رعایت کردن هنوز اصلی ترین مسئله‌ایه که ما نتونستیم بهش برسیم، ولی سعدی در روزگاری درباره این که گفته آقا آدم‌ها رنگشون هر چی که باشه آدمن دیگه، با هم دیگه فرق ندارن. این مسئله نیست که تغییر کرده باشه. اما یک سری نیازهای ضمنی هم داریم که انگار که هر شاعر در زمانه خودش هم فکر میکنه، این چیزی رو دریافت میکنه و اون مسئله مرکزی رو هم ترجمه میکنه برای مخاطبش. یعنی انگار من باید بخونم درک کنم چیزی رو که حافظ میخواسته بگه و بعد به عنوان آدمی که الان دارم زندگی میکنم و با مسئله های جدیدتر مواجهم، علاوه بر این که اون مسئله رو انگار یه وظیفه‌مه که اون رو بگیرم بدم به هم نسل‌های خودم، باید خودم رو هم چیزی بهش اضافه بکنم که بتونم ارتباط بیشتری برقرار کنم. ولی در نهایت بدون هیچ تردیدی هدف هنر و هدف ادبیات در اصل زیباییه. یعنی اگر همه اون حرفایی رو که سعدی گفته، حافظ گفته، مولانا گفته، فردوسی حتی گفته رو حتما همزمان با اون همه این داستانا رو همه برای هم دیگه میگفتن. چرا میگیم فردوسی؟ به خاطر اینکه زیبا گفته شده، درست گفته شده. والله اگر زیبایی در میان نباشه هنر عملا شکل نمیگیره. منظورم همین بود. به قول شفیع کدکنی این تکرار نگفته است، یعنی آفتاب برآمدنش همون میبینیم. ولی حافظ قشنگتر گفته است، سعدی قشنگتر گفته است برآمدن حافظ. ولی شما برآمدن آفتاب، ولی شما گفتید که این شاعر نسلی شما آشنا کرد، یعنی با شعر یک کمی مردم دور شدن اومدن. رسالت شاعر امروزی همین است که ما مثلا پیوست کند با کلاسیکمون، یک رسالت های دیگر دارد. مثلا شاعر امروزی چی رسالت دارد در همین زندگی که ما داریم؟ اگر به طور یک خلاصه بکنیم همین موضوع مون، مثلا چی رسالت دارد شاعر معاصر امروز؟ فرق داره در هر جای دنیا، چی در ترکیه چی در ایران، در هر جای دنیا. حافظ و سعدی و مولانا و دیگران نابغه بودن، بنابراین هر مسئله ای رو که درک می‌کردن میتونستن دربارش صحبت بکنن.
میمونه یه سری مسئله هایی که اونا درکش نکردن، به این نه به این معنا که کند ذهن بودن، به این معنا که در اون زمان درکش امکان پذیر نبوده. مگه در زمانه‌ای که حافظ زندگی میکرده کسی مستاجر بوده؟ مگه کسی تو مترو از خستگی خوابش میبرده؟ مگه کسی کارگری بوده که سر میدون وایسه ببرنش پول بهش بدن؟ مگه کسی قسط داشته به این معنا؟ حتما به یه شکل دیگه فقر وجود داشته، به یه شکل دیگه همه این مفاهیم اجتماعی که ما الان باش مواجهیم وجود داشته. میخوام بگم که همه چیز در حال تغییر به شکل‌های مختلف و زندگی هر چقدر مدرن‌تر داره میشه، مسئله هاش هم داره جدی‌تر میشه. من بدون اینکه خودم بخوام شعرهایی که الان 48 سالم، از 40 سالگی به این ور نوشتم 90% رو توی مترو نوشتم. یعنی وارد مترو شدم توی تهران، بعد دیدم یه مثلا آدم گچکاری که گچ دستش سفیده خوابش برده از خستگی. بدون اینکه بخوام همونجا نوشتم مثلا کدام گنج میارزد به رنج نقشه کشیدن، کدام عطر میارزد به دنگ. اون شعر رو نوشتم و برای اون آدم نوشتم، حتی اگه اشاره مستقیم بهش نکرده باشم. پس مسئله هایی در زمانه من هست که اون مسئله ها در زمانه حتی نسل قبلتر از من مثل حسین موسوی و بهمنی و نیما و دیگران هم نبوده. من موظفم و اگر وظیفه یا رسالتی دارم اینه که اولا تمام زیبایی رو که در گذشته ادبیات فارسی وجود داره درکش بکنم، مجهز بشم بهش و مسئله های انسان زمان خودم رو بیان بکنم توی شعر. این چیزیه که گردن منیه که با این مردم دارم زندگی میکنم. اگر خیلی هنرمند باشم جوری میتونم بنویسم که این مسئله ها مسئله های زمانی دیگران بعد 100 سال بعد 200 سال بعد 300 سال بعد هم باشن. ولی وظیفه اصلی فکر کنم همینه که زبان آدم هایی که درست زندگی میکنم باشه. در ضمن تالستوی نویسنده بزرگ روس یک در مکتوب های بزرگش یک جمله داره درباره شعر. از این گفتید که من مثلا میام با زبان شعر اینا تصویر میگم. میگه من از شعر خوشم نمیاد. اصلا خوش ندارم شعر رو، چون یک چیزی میگه خالی و سردرگم کننده و این است. اگر میگه انسان حرف داشته باشد بیاد مستقیما حرفش بگید. مثلا میگه شما آدم دیدید گفتید این خسته بود، دستاش آبیله داشت، این اون بود. اگر میگه حرفی نداشته باشد خاموش باشد، یعنی به زبان عادی مستقیم بگید. شما به عنوان مثلا یک روشنفکر، یک آگاه، یک مثلا جامع، چرا مثلا میخواید در قالب شعر بگید؟ مثلا چرا همین خیلی نه مثلا مطرح ولی در قالب شعر این بحث شعر میخوام چرا مثلا در ما دو تا نکته وجود داره. به این مستاق ما تو ایران میگیم در مثل مناقشه نیست، نمیخوام عین به این همه چیز مطابق باشه، ولی حرفی که شما میگیرم من میتونم اینجوری بگم: انسان غذا و میوه میخوره که ویتامین بگیره. چرا ما با آمپول نریم ویتامین بزنیم؟ من با آشپزی مخالفم. غذا درست نمیکنیم چون قراره در نهایت ویتامین میریم آمپولش از داروخونه میخریم. چرا باید علاقه داشته باشیم؟ چرا بگیم هنر آشپزی؟ چرا این همه میوه بخریم لذت ببریم از خوردن؟ چرا باید این کارو بکنیم؟ میریم مستقیم ویتامین رو میزنیم. یا میتونیم بگیم که هدف ما از سوار شدن به هواپیما اینه که برسیم به شهر دیگه. خب بانو پرتاب کنم با یه توپ، چرا باید سوار هواپیما بشیم؟ از این سوالای بنیادین خب راجع به همه چیز هر پدیده میشه کرد. و همین دلیل فکر میکنم خب از یه منظری ممکنه حرف ایشون در یه نقطه درست باشه، ولی به طور کلی این پرسیدنش ارزشمند نیست. چرا؟ عرض کردم حتما فردوسی تمام میراثی رو که توی شاهنامه نوشته از دیگران گرفته و نقل کرده. حتما هزاران نفر دیگه همه اون نقل ها رو جای دیگه خوندن. چرا هیچ کدوم ما نمیشناسیم؟ چون تبدیل به اثر هنری نشده، قابلیت اثر هنری ایجاد نکرده. حالا چرا من این آدم رو دربارش با جزئیات صحبت نمی کنم؟ نثر وظیفشه. من وقتی نثر می نویسم با جزئیات، همه چیز رو با جزئیات توصیف می کنم، حتی رنگ لباس اون آدم، حتی رنگ چشمش، چون وظیفه‌مه که یه تصویری با کلمه ها برای مخاطبم درست کنم. ولی وقتی شعر می نویسم نوع مواجهم با اون آدمی که قرار اون رو بشنوه فرق داره. به چه معنا؟ فرض کنیم من امروز معده درد دارم، حالم خوب نیست. الان میتونم اینجا برم توی خیابون بگم که آقا هر کسی که معده درد داره بیاد با من همراه بشیم بریم یه گوشه بشینیم درد دل کنیم. به نظرتون ممکنه چند نفر بیان؟ شاید یک نفر رد بشه که درد معده داره همزمان، اونم اتفاقی.
اگر برم بیرون و بگم هر کسی که درد داره بیاد با من بریم یه گوشه بشینیم، به نظرتون چند نفر میاد؟ قطعا 10 نفر میاد. چون من درد دارم. میگم درد داری. ممکنه یکی بگه که پام درد میکنه، یکی بگه سرم درد میکنه. ولی اگر برم بگم امروز هر کی شادمان نیست، غمگینه، بیاد با من بریم یه گوشه بشینیم، یه نفر بدهکار میاد، یه نفر مریض میاد، یه نفر زیادتر میشه. وظیفه شعر اینه که متمرکز بشه روی چیزی که مسئله‌ای هست که الان تو باهاش درگیری، ولی قرار نیست مختصات بده، بگه که در ایستگاه میدان امام خمینی میدان امام خمینی شهر تهران گشتکاری نشسته بود در چی که دستهایش درد میکرد. وظیفه‌ش اینه دوربینش رو بیاره بالاتر، بگه که 1000 نفر توی تهران هستن که خسته الان خواب آلودن، بیاد بالاتر بگه که اصلا آدمیزاد به این همه رنجی که داره میکشه به چی میارزه، دوربینش رو میاره بالاتر. و به همین دلیل وقتی روزگاری مثلا شاعر نوشته که از هر طرف نرفته به بنبست میرسیم، نفرین به روزگار من و روزگار تو، من اصلا نمیدونم برای چه دردی اینو نوشته. یا کدوم یکی از ما میدونیم شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حال برای چی نوشته شده. ولی تردیدی ندارم هر کدوم از ما یه برهه‌ای در زندگیمون، یه موقعیت پیش میاد که میگیم کجا دانند حال ما سبک باران. نمیدونیم اون فندک رو، اون شعله رو، اون آتیش رو تو دل حافظ چی به وجود آورده که منجر به شکل گرفتن این شعر شده. ولی یه جوری دوربینش آورده بالا گذاشته، تبدیلش کرده به مسئله مهمتر و مسئله انسانی‌تر که بعد از 700 سال ما هنوز داره به دادمون میرسه، یه جایی که دل خسته ما داره میخونیمش. چرا من بحث اینجا اشاره به تولستوی کردم، یک بحث در جامعه ما، یعنی حتی اساتید هم این چیز مطرح است، میگن که یکی از سبب‌هایی که ما نتونستیم به همین تکنولوژی امروزی هم قدم باشیم، هم زمان باشیم و در این مسیر گام‌های جدی‌تر بزنیم، اونا مثال میارن رنسانس اروپا را که اونا آمدن از طریق نثر، وقتی که نثر نوشتن، این دکارت و گگل و دیگرها آمدن و اینها مثلا از طریق نثر و ساده و آسان با مردم فهموندن که این را هست. و این شعری آسمانی و حافظ سعدی و بدل بود که دیگه ما رو در یک بنبست قرار داد. مثلا برای فهمیدن شعر حافظ شعر سعدی تو باید یک لیول داشته باشه، یک درجه فهمیش داشته باشه. ولی ساده گفتن این گپ. مثلا پاسخ شما چه یک شاعر به این گونه اندیشه است، یعنی بحث شعر در این نظر تاجیکستان. ببین، اولا که باز میگن مسئله فرهنگ و مسئله اقتصاد و سیاست و اینا مثل دقیقاً آب در ظروف مرتبط است. یعنی وقتی سطح یه چیزی در آب در یه بخش از ظرف سطحش پایین بیاد، در همه ظرف هم سطح میشن با هم. ما وقتی از نظر اجتماعی توی اقتصاد دوچار مشکل باشیم، نمیتونیم توقع داشته باشیم که هنرمندای خیلی بزرگی، تاریخ سازی مثلا داشته باشیم. بنابراین اگر کشور من یا کشور شما در هر برهه‌ای دوچار اینه که وضعیت اجتماعیش خوب نیست، وضعیت معیشتیش خوب نیست، یا به هر دلیل دوچار مشکله و تو اون دوره نتونسته به اندازه‌ای که دیگران پیشرفت کردن پیشرفت بکنه، گناه هیچ کس دیگه ای نیست. نه تنها شعر، گناه سینما هم نیست، نه سینما نیست، گناه فلسفه هم نیست. فلسفه قراره برای آدمی که در حال حرکته به مسئله هاش پاسخ بده که حرکت بکنه. وقتی آدم نشسته به چه مسئله ایش باید پاسخ بده؟ کی حرکت کردیم ما که اون به مسئله اون پاسخ نداده؟ باز مثال ساده بزنم، میتونیم بگیم که من با همین تفسیر میتونم بگم که آقا آشپزی خوب مادر مهلکترین سمیه که در هر خانواده وجود داره. میگن چرا؟ میگه بچه ها حاضر نیستن برن بیرون از خونه کار کنن، میگن تو خونه باشیم غذای مادر رو بخوریم. خب غذای مادر خوبه، مادر باید غذاش بد باشه که کسی نمیره کار بکنه توجیهش بکنه. میخوام بگم ما لطمه رو خوردیم، از جای دیگری خوردیم. واقعیت اینه که سیر اندیشه توی کشورهای ما، توی منطقه‌ای که ما توش زندگی میکنیم متوقف شده. چرا؟ اون چراش که خب خیلی مسئله جدی تریه، ولی به خاطر سقوط اجتماعی، به خاطر سقوط سیاسی، به خاطر نه الان از زمان آخه وظیفه هم ادبیات و شعر و فلسفه همین روشنفکری هم نیست که بیاد این جامعه را تحریک بده مثلا به سوی پیشرفت‌ها. خب میکنه، ولی باید جامعه بپذیره. الان توی کشور من و شما فرض میکنیم الان یک نفر پیدا شده
نثر نوشته، به نثر داره حرف خوبی میزنه و قرار جامعه رو پیشرفت بده. توی کشور شما 200 نسخه، توی کشور من 1000 نسخه کتابش منتشر میشه. پیشرفت میده به نظرت؟ نه. میخوام عرض کنم وقتی شرایط اقتصادی دچار مسئله است و کسی در ایران اساسا فرصت اینو نداره الان که اونقدری که لازمه کتاب بخونه، یا کسی در تاجیکستان یا کسی در هر جا، آلمان اصلا زمینه‌ای برای به وجود اومدن اتفاق نمیفته. اگر هم به وجود بیاد مؤثر نیست. که اگر اینجوری بود ما الان توی حتی همون شعر توی ایران بعد اینکه حسین منزوی از دنیا میره الان توی تاجیکستان هم شعرش همین توی نمایشگاه من دیدم هی داره خونده میشه، در حالی که شعری که 50 سال پیش ایشون مینوشته چگونه باغ تو باور کند بهاران را که سالها نچشیده از طعم باران را. داشته 50 سال پیش داشته میگفته که آقا بارانی و بهاری نیست و اوضاع خرابه و نمیدونم چی. 50 سال بعد که درگذشته، اونم به خاطر فضای مجازی اینا ما داریم میشنیم. منزوی وقتی اونو نوشته قصدش همین بوده که تاثیر اجتماعی بذاره، تاثیر حتی شعر عاشقانه وقتی من مینویسم قصدم اینه که روی جامعه اثر مثبت بذارم، یعنی قراره که تاثیر رو جامعه بذارم. ولی اینم باز بهانه است، یعنی اینکه ما قراره چند تا گروه باشیم، یه گروه از آدما اندیشمند باشن، برن اندیشه تولید کنن، فیلسوف باشن، بیاندیشن و تئوری بدن. یه گروه قرار شاعر باشن، اثر هنری خلق کنن و محملی باشن برای اندیشه‌هایی که تولید شده و ارائه بدن به مردم. یه گروه قرار این خوراک رو بگیرن و بر مبنای این جلوتر برن. این که گروه اول مطلقاً ساقط شده و کار نمیکنه، گروه دوم گناهی نداره. یعنی فرض کنیم ما الان شعر نگیم، اون گروه اندیشه هامون شروع میکنن دوباره اندیشه ورزی میکنن، ارتباطی نداره واقعا. اما یه دلیل دومی هم وجود داره، اونم اینه که ما همیشه نمیدونم حالا شاید بخشی از روحیات ما ایرانی ها هست، نمیدونم تو تاجیکستان هم هست یا نه، به انکار بیشتر معتقدیم تا قبول کردن و پذیرفتن. یعنی اینکه تو ایران حتی مثلا آقای کسروی درباره حافظ یه نقد تند اون موقع نوشته و همین حرفا رو زده، گفته که چون حافظ درباره میخانه و مستی و نمیدونم چی و عرفان و اینا صحبت کرده، مخاطبش رو داره از اندیشیدن به مصالح اجتماعی مثلا دور نگه میداره، پس حافظ رو باید بسوزونیم دیوانش. یه مسئله وجود داره، اونم اینه که ما حاضریم دیگران انکار بکنیم برای اینکه چیزی که خودمون باید انجام میدادیم و ندادیم و توجیهش بکنیم. به این معنا که من میتونم بگم آقا نه سینمای هالیوودش پیشرفتی نداشته چون مبتذله، چون خوب نیست، به خاطر همین سینمای ما خیلی پیشرفتی نداشته و هیچ کس نمیتونه به من اثبات بکنه که حرفی که دارم میگم، گزاره‌ای که دارم میگم مبناش غلط. ما چرا یک چیز دیگه در همین صحبت یاد اومد، یکی از برنامه ایران من میدیدم همین بحث بود، یعنی یک شعر ژاپن با شعر چین یکی برنامه بحث میکردن و میگفتن که چون شعر اونها زمینی است، در آسمان ها نمیگردد و مردم همون هایکو بعضی چیزا رو اونجا مطرح میکردن، گفتن ساده است، من آمدم بارون بارید و رفتم، یا را دیدم خستم رفتم. یک چیز دیگر اون شعرشون اونقدر زمین است که دیگه مردم درک میکنن و این اندیشه تولید میشه و به این میراد به اقتصاد و این و آن، ولی شعر ما در بالاها میگردد. پس معلوم میشود که این بحث هم در ایران هست، یعنی که شعر کلاسیک ما یا که شعری که الان بعضی معاصران ما مینویسن خیلی شعری است که مثلا خیلی بلند است، یعنی ما نمیفهمیم. یعنی این نیست که ساده‌گویی باشد، یعنی اون قدر ساده باشه که مردم درک نشون بگن که نه این باید اون حرف بالا باشه. اون کارا رو ما تو دوره سبکندی کردیم دیگه، 100 خورده سال این کارو کردیم. صاحب وقتی میگه دست یا هر شاعری مثلا گوشه گیران زود در دلها تصرف میکنند، بیشتر دل میبره خالی که در کنج لب است. دست طلب که پیش کسان کرده دراز، پل بسته ای که بگذاری از آبروی خیش. یا لبی که خنده ندارد شکاف دیوار است. از اینا صریح‌تر و از اینا زمینی‌تر مگه داریم؟ اون موقع کمک کردم به این که ما اندیشمون گسترش پیدا بکنه. اصلا اینجوری نیست. ما در زمانه‌ای که حافظ زندگی می‌کرده و سعدی زندگی می‌کرده در غرب چند اندیشه وجود داشته و پیشرو بوده؟ اصلا وجود داشته یا نداشته؟ انسان در اون دوره 700 سال پیش انسان به طور کلی انسان سنتی آسمان نگر، دنبال عرفان، دنبال ایده آسمانی بوده در همه جای دنیا.
مگه مثلا اون موقع غربی ها داشتن مثلا زمینی فکر میکردن؟ نه، نمیکردن. یعنی منظورم اینه که ما در دوره‌ای که سیر تکامل روحی بشره، ما در دوره‌ای در اوج بودیم. در اون دوره در اوج بودیم. اندیشه های خیلی آسمانی، خیلی فرادست انسانی قبل از مدرن شدن و همه رو داریم و ثبتش کردیم. از یه جایی متوقف شدیم. ما که متوقف شدیم اونا حرکت کردن رفتن جلو، ولی مقصر اینی نیست که تا اینجا داشت مینوشت که این در زمانه خودش بهترین کار رو داشت میکرد. حالا اینکه من الان اینجا در این نقطه وایسادم و چیزی ندارم که بهش متوسل بشم، گناه اونی که قبلا این کار کرده نیست. و این ساده ترین فکر ساده لوحانه است که فکر کنیم من به خاطر این شعر اونو دارم میخونم الان نمیتونم خودم زندگی بکنم. خیلی ساده لوحانه است. اصلا نخونید وقتی میخواید خوب زندگی نخونید. اصلا میتونید نخونید، میتونید نخونید. مجبور نکرده. یعنی شما معتقد هستید که برای پیشرفت یک جامعه نه شعر میتونه بهانه باشه نه ادبیات؟ برای تکنولوژی منظور از زمینه تکنولوژی هست. ادبیات میتونه سرعت بده به این روند، میتونه از سرعتش کم بکنه، ولی ادبیات خودش محصول نهایی نیست. یعنی شما وقتی توی دوره شکفتگی هنری توی جامعه دارین، مطمئن باشین همزمان با شکفتگی تکنولوژی کم دارین، شکفتگی اقتصادی هم دارین، کشاورزی هم دارین. چون اصلا مخاطب وقتی میره سراغ شعر خوندن که یه فراغتی داشته باشه، اوضاعش خوب باشه، بتونه بره کتاب بخره، به شعر فکر کنه. آدمی که 6 صبح بزنه بیرون و 12 شب برگرده خونه بگیره بخوابه، نمیدونم 3 تا قصه بده، 5 تا چیز بده، اصلا برای شعر مهم نیست که شعر بخواد تاثیر بذاره یا نذاره. اون دوره‌ای که شعر رسانه به اون معنا بوده، شعر و نثر رسانه به اون معنا بوده، عملاً گذشته. یعنی مثالاش خیلی زیاده. یه دونش شاید همین قصیده مشهور که به سمرقند اگر بگذاری باد سحر، نامه اهل خراسان. یه دونه قصیده میتونسته سرنوشت یه گروهی رو، یه کشوری رو، یه شهری رو عوض بکنه چون تنها رسانه موجود شعر بوده. الان هم شعر در نهایت لطمه نمیبینه. شعر همیشه در همه دورانها خودشو منطبق میکنه با شرایط اجتماعی و به بقاش ادامه میده. حتی ممکنه مثل اون دوره‌ای که تو ایران بهش میگن دوره بازگشت، فتیلش با این کشیده شده باشه و با نیما دوباره سرشو بالا بیاره. شما تو شعر اخوان همه مسئله های آدمی که اون دوره زندگی میکنه رو میبینیم. زمستان است، سرها در گریبان، تو کشور کودتا شده، اوضاع به هم ریخته است. اگر دست محبت سوی کسی آزی، به اکراه آورد دست از بغل بیرون که سرما سخت سوزان است. یه تگرگی نیست، ورگی نیست، صدایی گر شنیدی صحبت سرما و دندان است. زمستان است. شعر زمانه خودشه. با وجود این دقیقاً تو اون تاریخ دقت کنین، سینمای ما در اوجه. تو اون دوره بهرام بیضایی، ناصر تقوایی، داریوش و مهرجویی، همه اینا رشد میکنن. نویسنده های ما در اوجن. دقیقاً تو اون دوره نسلی شکل میگیرن که همشون بعداً میشن مشهورترین نویسنده های بعد. از احمد محمود و با یه تفاوت‌های چند ساله مثلا محمود دولت‌آبادی و تا بهرام صادقی و دیگران که بعداً میشن نویسنده‌های مهم، غلام حسین ساعدی و دیگران. سینما، اقتصاد هم، حتی اقتصاد هم من تو اون دوره انگار توی دوره نسبتاً آرامی هست. میخوام عرض بکنم که این شعر نیست که باعث سقوط یا پیش کشیدن جامعه، تکنولوژی، پیشرفت و همه اینا میشه. این جامعه است که با خودش همه بخش‌هاش رو به پیشرفت میرسونه یا مانعشون میشه. این هم توجیهه که ما فکر کنیم که مثلا اگر مادر من عادت داشته که لباس بلند بپوشه و چون سنش زیاده و نمیتونه خیلی از کارا رو بکنه، من به این نتیجه میرسم که لباس بلند پوشیدن مانع پیشرفت منه، پس لباس کوتاه میپوشم. پیشرفت خیلی ساده لوحانه است. درست است. سلامت باشید. شما درباره شعر کلاسیک و شعر معاصر در اول گفتیم. خودتون بیشتر به کدامش علاقه دارید و علاقه پسندیدن شاعر کلاسیکی که از کلاسیکو کی از مورد علاقتون که خیلی پسند است براش، با چرا؟ ببین حتما هر دوتا رو من میخونم، خیلی هم میخونم. اول با شعر کلاسیک شروع کردم، بعد اومدم کم کم شعر معاصر شناختم و شعر معاصر فارسی رو خوندم. بعد از یه جایی به بعد آدم ذائقه‌اش و سلیقه‌اش سخت پسندتر میشه، در لحظه‌های سراغ هر دوتا گروه میره. یعنی من موقعی که بخوام
الان حس عاطفی روزمرم و درباره شعر بخونم میرم حسین منزوی میخونم که مثلا میگه از زمزمه دلتنگیم، از همه بیزاریم، نه طاقت خاموشی نه میل سخن داریم. وقتی که بخوام اون غلامرضا طریقی که به بنبست رسیده به دیوار خورده حس میکنه زندگی دیگه جوابشو نمیده لذت ببرم، میرم سعدی میخونم. چون در اون لحظه اصلا قرار نیست من از اون نقشه راه بگیرم، فقط میخوام از خود بیرونیم فرار بکنم، پناه ببرم به زیبایی، پناه ببرم به اندیشه آدمیزاد. از شاعران گذشته طبیعتا منم مثل بقیه هم حافظ رو میخونم، مولانا رو میخونم، دیگران رودکی و فردوسی و اینها، ولی مهمترین شاعری که سالهاست هیچ تغییری در اندازش نداشته بلکه بیشتر هم شده برام سعدیه. یعنی اینکه علاقم بهش بیشتر شده. ممکنه در یه دوره نوجوانی فکر میکردم که مثلا خیلی زیبا و آراسته و شسته رفته حرف زدن خیلی ارزشمنده، حافظ رو بیشتر دوست می‌داشتم. ممکنه در یه دوره فکر میکردم که باید به چیزهایی فکر کنم که ورای انسان عادی، مولانا رو بیشتر دوست داشتم. در یه دوره دوست داشتم به کشورم ببالم، شاهنامه میخوندم. در یه دوره طبیعتا همه اینا بوده، ولی تنها کسی که توی همه دوره ها پاسخگوی نیازهای من بوده سعدی بوده. هنوزم سعدی رو بیشتر بهترین. و در برنامه کتابخوان هستیم برای بیننده برنامه کتابخوان، برای اونایی که ما رو میبینن یه چیز از همون اجادیات خودتون بخونید. چشم. چون شام است و این نخستین برنامه ماست که در شب ثبت میشود و با حضور شما یک نور آورد، یک صفا آورد در برنامه کتابخوان. تشکر که دعوت ما رو پذیرفتید. یک شعر بخونید از خودتون، از ایجادات خودتون برای بیننده تاجیکستان که شما الکی در تاجیکستان هم شناخته هستید از طریق اینستاگرام، چون مردم تاجیکستان شما هم میشناسن. بخونید بعدا صحبت خلاصه کنیم. زنده باشین. خواهش می‌کنم. خیلی من ممنونم از شما که باعث این ارتباط شدین بین من و مردم همزبان خوب تاجیکستانی. با یاد شانه‌های تو سر آفریده است، با یاد شانه‌های تو سر آفریده است. ایزد چقدر شانه به سر آفریده است. معجون سرنوشت مرا با سرشت تو بی شک به شکل شیر و شکر آفریده است. پای مرا برای دویدن به سوی تو، پای تو را برای سفر آفریده است. لبخند را به روی لبانت چه پایدار، اخم تو را چه زود گذر آفریده است. هر چیز را که یک سر سوزن شبیه توست، خوب آفریده است اگر آفریده است. تا چشم شور بر تو نیفتد، هر آینه آینه را بدون نظر آفریده است. چون قید ریشه مانع پرواز می شود، پروانه را بدون پدر آفریده است. میخواست کوره در دل انسان بنا کند، مقدور چون نبود جگر آفریده است. غیر از تحمل سر پرشور دوست نیست، باری که روی شانه هر آفریده است. سلامت باشید. پیام و اندیشه و خلاصه شما، چون برنامه ما کتابخوان است برای اهل مطالعه تاجیکستان، برای جوانان کشور، برای آنهایی که این صحبت رو میبینن و برنامه کتابخوان رو پیگیری میکنن، میخوام خلاصه کنید صحبتتون رو با پیام و اندیشه داشته باشید به بیننده ما، پس برنامه رو جمع بس کنید. کتاب خوندن، حتی اگه منم در دغدغه‌های مختلف داشته باشم در زندگی و خیلی وقت کم و زیاد شده باشه، یکی از کارهایی که هیچ وقت فراموش نکردم، الانم تو خونه با همسرم مشکل جدی داریم از تجمع کتاب‌ها. فقط یه نکته‌ای داره هنوز که نمیتونم ازش دست بردارم، به دو دلیل. یکی این که کتاب خوندن هنوز یکی از آخرین سنگرهاییه که آدم میتونه پشتش پنهان بشه و به آرامش برسه. هنوزم که هنوزه، تلخترین لحظه، تلخترین روزها، تلخترین واقعها بیرون از اون اتاق و بیرون از همه شکل بگیره، یک جایی در دنیای قصه ها، دنیای شعر، دنیای
کتاب‌های اندیشمندانه، دنیای روانشناسی، هر چیزی وجود داره که شما میتونی بگیری دستت و وارد اون دنیا باشی و هیچکی نمیتونه شما رو از اون دنیا جدا بکنه، چون به انتخاب خودت داری واردش میشه. به نظرم یه جذابیتش اینه. یکی هم این که من به عنوان یه نویسنده‌ای که خیلی هم هنوز خودم قابل نمیدونم 2 کتاب نثرم دارم. چیزی که توی اون کتاب رنجین کمان نوشتم و 25 تا روایت درباره عشق و رنج‌های آدم‌ها حاصل 30 سال سر کله زدن من با آدم‌های با 25 تا آدم مختلفه که نوشتم. شما الان اگر بدونین که میتونین سفر بکنین از نقطه A به نقطه B، این مسیر رو هواپیمایی هست که 3 ساعته میره، بعد یه هواپیمایی اومده که میتونه 2 ساعته بره، بعد 1 ساعته، حتما همه ترجیح میدن در سریع ترین زمان بگیرن و ببرن. چرا با زندگیمون این کار رو نکنیم؟ یعنی خوندن هر کدوم از اون کتاب ها، حتی بدترین کتاب ها، کپسولی شده زمان زیادیه که اون آدم ها فرض کنین گذرونده. حافظ با همه شکوهش و با همه بزرگیش و با همه چیزهایی که بهشون فکر کرده و تمام عمرش رو صرفش کرده شده 400 و چند تا غزل. به شکل کپسولی قراره که شما رو در زمان کمتری دو تا پله بندازه جلوتر. کتاب خوندن تنها راهیه که ما میتونیم توی زندگی یه ذره میانبر بزنیم، بریم جلوتر و با تجربه تر زندگی بکنیم. به خاطر همین فکر کنم تحت هیچ شرایطی توجیه نداره که ما کتاب نخونیم. سلامت باشید. یادآور میشم که در صحبت با ما بودن استاد غلامرضا طریقی. بار دیگر به برنامه کتابخوان خوش آمدید. زنده باشید. به تاجیکستان خوش آمدید، به وطن خودتان خوش آمدید. و امیدوار هستم که کتابخوان در این زمینه سلسله برنامه‌های خود را ادامه خواهد داد و شما شاهد صحبت‌های بیشتری در این زمینه خواهد بود. تا برنامه‌های آینده در حفظ و پناه خدا باشید. خدا یار و آورتان.